قرنها گذشته، اما نام کوروش هنوز در تالارهای تاریخ طنین انداز است. او کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری قدرتمند پارس است. او که به عنوان یک شاهزاده متولد شد، به یک فاتح، یک آزادی بخش و یک فرمانروا با بینشی بی نظیر تبدیل شد. داستان او، تابلویی بافته شده با جاه طلبی و دلسوزی، امروز همچنان ما را مجذوب خود می کند. افسانه هایی تولد کوروش را احاطه کرده است. داستان هایی که در طول زمان زمزمه شدند. یکی از این داستان ها از پدر بزرگش، آستیاگ، پادشاه مادها، میگوید که خواب دید نوه‌اش او را سرنگون می کند. آستیاگ که ترسیده بود، دستور داد کوروش نوزاد را بکشند، اما سرنوشت دخالت کرد. یک چوپان که از روی ترحم متأثر شده بود، کوروش را مانند فرزند خود بزرگ کرد. سالها گذشت و کوروش قوی و خردمند شد. هویت واقعی او آشکار شد و سرنوشت او را فراخواند. او پدر بزرگش را به چالش کشید و پس از نبردی سخت، کوروش پیروز شد. امپراتوری ماد، پهناور و قدرتمند، اکنون متعلق به او بود. اما کوروش راضی نبود. او رویای قلمروی بزرگتری را در سر می‌پروراند که تحت فرمان او متحد شود. با این حال، جاه طلبی او با یک ویژگی نادر تعدیل شد: رحمت. کوروش برخلاف بسیاری از فاتحان قبل از خود، به عدالت و مدارا اعتقاد داشت. او به دنبال هم کوبیدن دشمنانش نبود، بلکه به دنبال جلب وفاداری آنها بود. این فلسفه که برای زمان خود انقلابی بود، به سنگ بنای امپراتوری او تبدیل شد.